سلام خدمت همه ماهوری عزیز. یکی از روش‌های جهتیابی توی شب بدون وسیله استفاده از ستاره قطبیه که الان بهت میگم چجوری. برای پیدا کردن ستاره قطبی باید از صورت‌های فلکی کمک بگیریم. یکی از صورت‌های فلکی خیلی میتونه کمکمون کنه صورت فلکی دوب اکبره که از 7 ستاره پرنور تشکیل شده که پیدا کردنش تو آسمون خیلی راحته. بهش ستاره‌های ملاقه‌ای شکل هم میگن. ببینید دوستان، من این 7 ستاره رو با خط به همدیگه متصل کردم. قسمت انتهایی یا آبریز ملاقه، این دوتا ستاره فاصله بینشون رو باید ضرب در 5 بکنیم که وقتی اینجا 5 تا خط رو میکشیم به ستاره قطبی یا پولاریز برسیم که اگر توی شب ما دقیقاً روبروی ستاره بایستیم جهت شمال جغرافیایی رو با خطای 7 درجه به ما نشون میده. اگر فکر میکنی این پست به درد دوستا و همنوردات میخوره